در زمانهای قدیم در کشور آلتای در یک جنگل انبوه بی آدمی یک برادر و خواهر زندگی می کردند. باری برادر به شکار رفتنی شد و به خواهرکش گفت تو به من به جنگل انبوه تنها نرو، جگری گوزن را هم بریان نکن و در بالای پست خرس خواب نرو. فهمیدی خواهرکم؟ خوب شد استکه جان، گفت دخترک. دخترک یک روز انتظار شد. 2 روز گذشت. روز سیوم آمد و از برادرش درکی نبود. زیق شد دخترک در جنگل بی آدم. روز 7 دخترک گفته های برادرش را فراموش کرد. جگری گوزن را پاره کرده پخته خورد و برای پوستین خرس دراز کشیده خودش هم نفهمیده موند که چگونه خوابش برد. کم خوابید یا زیاد معلوم نه، اما بیدار شده دید که دودی سیاه از گلخن به هوا می پیچد و آتش گلخن کیها خاموش شده است. ترسید دخترک. آخر در جنگل انبوه بی آتش زندگی کرده نمی شود. چطور بی آتش زندگی می کنم؟ از کجا آتش یابم؟ دخترک به جنگل کوهی به جستجوی آتش برآمد. از میان جنگل انبوه گذر کرد. از کلمک و دریاچه ها گذشت. رفت و از دوری دید که از یک مکان دودی باریک به هوا می پیچد. آن جایی که دود هست آتش هم هست. دخترک به همان جانب رهسپار شد. بسیار رفت یا کم نمیدانیم. از پیشش خانه‌چه چوبینی برآمد که بالایش قمیش پوش بود. دخترک در خانه‌چه را گشود و در جایش شخ شد. در خانه‌چه در نزدیک گلخنی فروزان کمپیری گوشکلانی میخوابید. ای بچم، بیا درو. آمدی درو بیا. من برای آتش آمدم. گلخنم خاموش شد. کمپیری گوشکلانی جولیده موی به دخترک گفت موی سرم را شانه کرده باف. با عوضش به تو آتش می دهم. دخترک موی سری کمپیر را شانه کرد و به ترتیب درآورد بافت. کمپیر به دخترک لخچه های آتشدار داد. شاد شد دخترک. لخچه ها را به خانه آورد و آتش افروخت و منتظر برادرش نشست. نشست و زیق شد. روامو پیاز جنگلی بچینم و برای اکا جانم خوراک تیار کنم، گفت خود به خود دخترک و کارد را گرفت و از در برآمدنی شد. در آستانه در رشته باریکی را دید که دخترک را به بیرون برآمدن نمی ماند. دخترک رشته را با کارد برید و به بیرون برآمد و دید که رشته به طرز حیرت آوری می جنبد. فهمید که کسی از آن سوی رشته داشته
به این سو می آید. گفته های برادرش به خاطر دخترک آمد. از برادرش خبری نبود. اما کدام کسی از پی رشته به این سو می آمد؟ دخترک ترسید. او دویده به سوی شخ کبود آمد. شخ کبود، مرا پنهان بکن، التماس کرد دخترک. شخ لرزید و سوراخی پدید آمد. شخ دخترک را پنهان کرد. رشته باشد تا رفت سختتر می جنبید و می جنبید. یک نوع دیگری رشته در سرانگشت جادوگر کمپیر بسته شده بود و او به سوی خانه دخترک می آمد. کمپیر از بالای دریاها و جنگلهای عظیم جهیده و پریده چابکانه شاد و غزلخوان به این سو می آمد. کمپیر به خانه آمد و دخترک را نیافت. از دیگ روی حولی پرسید: هووا هووا دیگ سیاه، دخترک کنی؟ نمیدونم. اگر او زنده می بود مرا نشسته نمی گذاشت. آه کشید دیگ. کمپیر آتش افروخت و از آتش پرسید: هووا هووا دخترک کجاست؟ میدانی گلخن؟ نمیدونم. اگر او زنده می بود نمی گذاشت که من خاموش شوم، گفت گلخن. کمپیر به خانه در آمد و از کت خواب دخترک نیز پرسان شد: دخترک کجاست میدانی؟ دخترک مرده است، آواز برآورد کت. کمپیر به تگ کت سرخلاند. در تگ کت چوبک های تیز دوزندگی دخترک می ایستادند. آنها را دخترک در وقت دوزندگیش استفاده می برد. هنگام دوختن پوست حیوانات با آنها پوست را سوراخ می کرد. دخترک زنده گفتند چوبک ها. او باز می آید و ما را مجبور می کند که کار کنیم. به شخ کبود برو، او را همانجا می یابی. شخ کبود، گفتند چوبک های نابکار. جادوگر کمپیر به نزد شخ کبود آمد و کاکلانش را مالش داد. هووا هووا شخ کبود، دخترک را به من بده. در همین وقت شخ کبود لرزید و جوان شکارچی برادری دخترک پیدا شد. او از شکار برمیگشت و چون جادوگر کمپیر را دید زود کمانش را برآورده تیر 7 پره‌اش را بیرون کرد و به سوی کمپیر تیر پراند. زمین لرزید، رعد غرید. کمپیر مثل شیر زخمی نعره زد و به زمین افتاد و جان داد. از جای تیر زده شکم کمپیر به جای خون آدمانی زنده بیرون برآمدند. انا آدمان این دیار به کجا غیب می زدند؟ آدمان شاد و خرسند در حق جوان نجات دهنده‌شان دعای نیک می کردند.
دخترک نیز از جای پنهان شدهش بیرون آمد و برادری به جان برابرش را به آغوش کشید. دخترک با برادرش و آدمانی که آنها نجات دادند سالیانی زیاد خوش و خرسندانه زندگی کردند.